دوستای عزیز، هموطنان عزیز، این چیز را باید خوب فهمید و دانست که کشوری ما را نیز چنین روزهای مثل بلاروس انتظار است. اگر امسال نباشد سال دیگر این کار به وقوع می پیوندد. به همان خاطر نباید فراموش کرد که ما باید یک کشوری بسازیم که در او کشور هر یک نفر حق سخن گفتن و هر یک نفر حق آزادی معنوی و سیاسی و در هر روزه زندگیش داشته باشه. امروز ما میخواهیم پیشرفت بکنیم، پیشرفت بدون آن پرنده آزادی که نامش آزادی انسان است هیچ وقت نخواهد شد. کدام کشور بدون آزادی میتواند پیش برود؟ چون که کشورانی که آزاد نیستند در آن کشورها عذاب مردم زیاد است، در آن کشورها مردم را هیچ کس هیچ چیز حساب نمی کند. به همان خاطر به هوش بیاین و نصیحتی من به خانواده رحمانوفی است که این نصیحت ما از روی دلسوزی برای ملت میکنم که شما خیلی حکمرانی کردید، شما خیلی حکمرانی کردید و بگذارین که دیگه مردم خودشان حکومتشان در دستشان بگیرن. باور کنین این به خوبی شما است، به خوبی ملت. امروز از فردا است یا پس فردا است این ملت شما را از بین میبره. این حقیقت داره. هر یک نفری که مثلا از 28 یا اینکه از 30 سال زیاد رئیس جمهور باشه که در دل مردم میزنه، همین خیلی در دل مردم زدن میگیره که هیچ نفر مثلا انتظار نداشت که چنین حالتها در بلاروس پیش میآید. ما 2 سال پیش 3 سال پیش با مردم بلاروس صحبت میکردم، هیچ امیدی نداشتن، اما امروز دلهای اونا پر از امید است و این حالت در تاجیکستان پیش می آید. این شاید ندارد، این حتما پیش می آید و شما باید این را بفهمین. شما باید بگذارین که مثلا نفرای آزادی خواه در داخل کشور بیایند کشور پیشرفت چه کمک بکنن، برای پیشرفت کشور کمک بکنن. شما فقط نمیتوانین که یک حکومت خانوادگی داشته باشین. ایره هیچ مردمی ما قبول نمیکنن. بله برای شما مردم ها یک گوسفند هستند، برای شما مردم هیچ کس هستند. شما و مردم با هم یک جای شونده نیستند، اما این معنای آن را ندارد که مردم میگذارد که شما همیشه پادشاه باشین. این معنای آن را ندارد که مردم میگذارد که شما همیشه این مردم را غافلگیر بکنید. مردم یک چیز را مقاومت میدانند که اون مقاومت یک لحظه شروع خواهد شد که هیچ نفر انتظارش را ندارد. باور بکنید این حالتی که در بلاروس پیش آمده است هیچ وقت انتظارش را نداشتند که چون این حالتی پیش خواهد آمد. لوکاشنکو فکر میکرد که در دوام همین 3-4 روز اینا را فقط زیادش زندان میکنه یا اینکه میزنش و از ترس فرار میکنن دیگه کار همین قید تمام میشه. نه، وقتی که به سری مردم ظلم کرد از 10,000 نه 100,000 مردم به کوچه آمدند. این معنای آن را دارد که در جهان معاصر هیچ نفری نمیتواند با ظلم کشور و دولت را حکومت داری بکند. این را شما باید خوب بفهمین. اون پنبه‌ای که در گوش دارین آن را بگیرین از گوش خود و یک بار به طرف دنیا نگاه بکنین که برای شما ملت چی میگوید. شما نگاه بکنین که ملت در چه حالت است. در زمانی که یک حکومت پروای ملت خود ندارد، در زمانی که ملت در عذاب و اذیت هست، اون حکومت از بین خواهد رفت. اگر حکومت خوبم باشه، اگر حکومتی هم باشه که مثلا خیلی مردمش کمک بکنه، اما دیکتاتوری باشه، یک روز نه یک روز در جان مردم میزنه، چون که ناآزاد بودن خودش دلگیر است. وقتی که انسان تمام چیز در زندگی داره، ماشین داره، زن داره، فرزند داره، خانه های بدبدبه داره، اما آزادی با اون شخص نرسه، اون شخص نمیخواه که همه چیز داشته باشه. چون که آزادی، این پرنده آزاد، این پرنده که آزاد هست به نام آزادی در دل هر یک نفر است که هیچ کس نمیخواهد که آزاد نباشد. حتی همون پرنده هایی که در قفس هستند هر روزه انتظار آن را دارند که آزاد شوند، اما پرندگان تاجیک نیز چون این انتظار را دارند، چون این امید دارند. با این امید هر روز خواب میکنند و از خواب بیدار میشوند. حکومت مردم باید حاکم باشد، نه یک شخص.
یک شخص می تواند از بین برود اما ملت از بین رفتنی نیست. شما بیاین امروز درک بکنین حالاتی که در جهان دارند به وقوع می پیوندند. این حالت هایی که ما و شما امروز در جهان میبینیم، اینها به جامعه ما تأثیری بزرگی آوردند، اینها بر جامعه ما تأثیری بزرگی گذاشتند. این را شما شاید در چهره های مردم نبینید، اما حقیقت این هست که مردم میخواهد که آزاد باشد و مردم میخواهد که زندگی آزاد داشته باشد و شما هیچ وقت نمیتوانید که این آرزو را در دل مردم بکشید. شاید که شما با ترس دادن این آرزو را در دلهای مردم مستحکم تر بکنید. شاید که شما با ترس دادن فقط از زبان مردم آزادی را گم بکنید، اما در قلبهای آنها آزادی هر روزه زندگی میکند. این یک چیزی است، یک احساسی است که هر یک انسان به خاطر آزاد بودنش زندگی میکنه. حالتی که در بلاروس پیش آمد، حالتی که در ارمنیا پیش آمد، حالتی که در اوکراین پیش آمد، اون حالت نوبتی آخرش تاجیکستان هست و این را من تأکید کرده میگویم که باور بکنید که به سالهای نزدیک در تاجیکستان یک انقلاب بزرگ به وقوع خواهد پیوست و این را تمام سیاستمداران جهان نیز تکرار می کنند. این را خوب باید دانست، این را باید خوب فکر کرد. آن نفرانی که شما در امنیت کار میکنید و ملت تحقیر میکنید، اذیت آزار میکنید، شما این را خوب بفهمید که شما در آن روز در پیش این ملت جوابگو هستین. رحمانوف با خانوادش از تن شما جواب نمیگویه، به همون خاطر شما ایچ باید خوب درک بکنین و فهمیشی خدا کار بفرمین که دولت مال ملت است، حکومت مال ملت است، کشور مال ملت است. ملت فقط میتواند در اینجا اول باشد، نه اینکه یک پرزیدنت یا اینکه یک نفری که خدا به نامی بگیم که مستعار پیشوا میخواند. این را باید فهمید، این را باید درک کرد که امروز جامعه جهانی نمیخواهد که دیکتاتورها پیشرفت بکنند. هیچ دیکتاتوری در عصر 21 باقی نخواهد ماند و ما و شما در زندگی خود این را خواهیم دید. هر کشوری که باشد، آن کشوری که آزاد نباشد، یک روز ندای آزادی به آنجا میرسد.